به نام خدا. امروز جمعه 3 شهریور ماه 1402 و 25 آگوست 2023 است. با تحلیل روزانه بیت کوین، بخش مربوط به تحلیل بیت کوین برای هولدرها بحثمون رو آغاز میکنیم. قبل از اینکه این ویدیو رو ادامه بدیم، الان ازتون درخواست دارم که لایک کنید، سابسکرایب بکنید و لطفاً ست کامنت انگلیسی بذارید، چون همه این زحماتی که میکشید، لایک و سابی که میکنید، بدون کامنت انگلیسی ثبت نمیشه بچه‌ها برای اکثریتتون و درخواست دارم که این کار رو حتما انجام بدید. ضمناً ما در کانال تلگراممون و کانال تحلیل یوتیوبمون، کانال اولمون، تحلیل روزانه بیت کوین و سیگنال های رایگان قرار میدیم. همه آیدی ها رو در قسمت کامنت ها براتون گذاشتیم. در ادامه با من همراه باشید. خب، قبل از اینکه تحلیلمون رو شروع بکنیم، تحلیل تکنیکال رو، یه شاخصی رو از سایت کریپتو کوانت براتون آوردیم. شاخص مربوط به NVT هست، Network Value to Transaction. معیاری هست واسه ارزندگی یا عدم ارزندگی، معیاری هست برای گرون بودن اون دارایی دیجیتالی، اون کریپتوکارنسی در واقع، و یا ارزون بودنش. کسانی که تو بورس کار بکنن میدونن ما یه شاخصی داریم به اسم نسبت پی بر ای که میاد قیمت اون دارایی رو تقسیم بر EPSش یا ارنینگ پیشرش میکنه و در واقع یک عددی به ما میده که اگه اون از میانگین تاریخیش بالاتر باشه و نسبت اون نسبت به در واقع نسبت جاریش نسبت به تاریخش، ما میفهمیم که اون دارایی گرونه. ولی اگر نسبت فعلیش یعنی پی به ای که الان هست نسبت به میانگین تاریخی پایین تر باشه، ما میفهمیم که تقریبا اون دارایی ارزنده است. حالا NVT شاخصی هستش که توی ارز دیجیتال به کار میره معمولا و زمانهایی که حالا این شاخص، الان من اینو بزرگش کنم اول، این شاخص این آبیه هست که دارید نگاه میکنید و اینم نمودار مشکل، نمودار پرایس یا قیمت ما هست. هر موقع که اگر توجه داشته باشید، ببینید مثلا توی این فاز، زمانی که قیمت نمودار مشکی زیر آبیه باشه، زیر شاخص NVT باشه، یعنی در اصل قیمت زیر ارزش ذاتیشه. ما این NVT رو میگیریم ارزش ذاتی. اوکی؟ و هر موقع قیمت زیر ارزش ذاتی باشه، اون دارایی بسیار ارزنده است و ما میتونیم خرید انجام بدیم، خرید بلند مدت. و زمانی که قیمت بالای ارزش ذاتیش باشه، گرونه و ما اون رو میفروشیم. ببینید الان توی این سال، تو سال 2020 اکتبرش تقریبا میبینیم که قیمت نمودار مشکی زیر ارزش ذاتیش نمودار آبی است. این یعنی که قیمتش مفت ارزنده است و اگه شما میخریدید میدید بیت کوین از محدوده های $10,000 رشد میکنه تا $40,000 میاد بالا، یعنی یک رشد 4 برابری رو به ما میده. اما از $40,000 به بعد نگاه کنید، قیمت بیت کوین بالای ارزش ذاتیشه، بالای نمودار آبی است و این اتفاق منجر به چی میشه؟ نگاه کنید، در بلند مدت باعث میشه که یک سقوط قیمتی انجام بشه و مجددا این دوتا با هم همگرا بشن. درسته تو مواقعی ممکنه شما این فاز $40,000 تا $60,000 بیت کوین رو نگیرید، ولی از اون طرفش زیانی که از $60,000 تا $15,000 شما متحمل میشدید رو هم نمیگرفتید، خواب پول نداشتید، به موقع از مارکت خارج میشدید. در اصل با پول هوشمند ورود میکردید، با پول هوشمند خارج میشدید. چرا؟ چون پول هوشمند باید دلیلی داشته باشه واسه ورودش و یکی از مهمترین دلایلش که تریدرهای بزرگ و بانک‌ها میان سرمایه گذاری میکنن قطعا عوامل فاندامنتال هست. یعنی اینا تا نپذیرن که اون دارای ارزشمنده به لحاظ ارزش ذاتی، اصلا سمتش نمیرن، پول هوشمند سمتش جذب نمیشه، چون پول هوشمند پول متفکره، پول هیجانی نیست که بخواد یه روز بره تو این بازار یه روز بره تو اون بازار. نه، 2 تا 4 تا میکنه، در کنار اون اخبار پنهانی که داره به این جنبندی میرسه که آیا این رو بخره یا نه. پس وقتی که میبینه آقا این دارایی ارزنده است، میاد میخرتش. ولی وقتی میبینه گرونه، ناکن، هرچند که شورت ترم هولدرها، ریتیل تریدرها این رشد دادن، از $40,000 بردن تا $60,000، ولی اینجا میبینیم که دوام نیورد و باعث سقوط قیمت از $60,000 به سمت $30,000 شد. مجددا قیمت و ارزش ذاتی توی محدوده رسیدن جذاب نبود واسه خرید. چرا؟ چون بیت کوین همون قیمتی رو داشت که ارزش ذاتیش داشت میگفت، یعنی فیر ولیوش بود.
و خب این جذاب نبود، ولی میبینیم باعث رشدش شد که این رشد آخر در اصل موج 5 الیوت ماه، موجی هستش که خریدارهای لیزی وارد میشن و پول هوشمند اصلا اینجا ورود نمیکنه، حتی خارج سنگین میشه و میبینیم که از $60,000 نزدیک $70,000 $67,000 بیت کوین سقوط میکنه میاد تا $15,000. چرا؟ چون توی این محدوده، حالا من بذارین ببینید توی این محدوده اینجایی که مسمن هست کاملا مشخصه که قیمت بالای نمودار آبی هست، قیمت بالای ارزش ذاتیشه و تمام این حباب رو بازار تخلیه میکنه و میاد تا این پایین. حالا نگاه کنی الان اتفاقی که افتاده برعکسه، دقیقا مثل سال 2020 هستش که قیمت بیت کوین از در واقع هول و هوش زیر $20,000 اومد در واقع زیر ارزش ذاتیش. یعنی الان که هنوزه با اینکه قیمت بیت کوین $26,000 هست، $27,000 هست، ولی کاملا مشخصه که NVT ما بالاتر از قیمته، یعنی قیمت زیر ارزش ذاتیشه و کسانی که سرمایه گذار بلند مدت بیت کوین هستن حداقل بالای 2-3 سال، حالا بگیم استارتشو بگیم کفشو بگیم 1 سال، میتونن بیان رو بیت کوین سرمایه گذاری بکنن. هرچند که خیلی از تحلیلگرا اعتقاد دارن بیت کوین باز میتونه لیگ های ریزشی پایینتری رو بزنه، بره به سمت $15,000 مجددا، بره به سمت $10,000، ولی ما ترجیحمون اینه که به صورت پله‌ای بیایم تحلیل بکنیم و فعلا بیت کوین بالای $20,000 بالای $19,000 برای ما جای نگرانی نداره، چون الگوی سراشانه معکوسی که در کف شکل گرفته، حالا بهتون میگم، بالای زیر $20,000 فیل میکنه. تا زمانی که بالای $20,000 باشه میتواند تا $40,000 بیت کوین رو حوالیش رشد بده تا $38,000-40,000. بنابراین به این موضوع حتما توجه داشته باشید. ببخشید من یه آبی بخورم، صدام گرفت. خلاصه پس کسانی که دیدشون سرمایه گذاری بلند مدت هست میتونن به این طریق در واقع استفاده بکنن و کاملا مشخصه که بیت کوین الان ارزنده است برای سرمایه گذاری، دقیقا مثل اتفاقی که در سال 2020 افتاده. اما ما نیاز داریم به تریگرهای بیشتر، نیاز داریم که در واقع قیمت هم این تاییدیه رو به ما بده. این کاملا مشخصه، این فازی که اینجا انجام شد، این رشدی که قبلا انجام شده بود تو این فاز بالاتر از ارزش ذاتیش بود و بازار کل این رو حباب رو تخلیه کرد و ریخت. حالا ببینید ما اینجا گفتیم که الگوی سراشانه معکوس داریم که اگه من بخوام بهتون نشون بدم این الگوی سراشانه رو، هدن شولدرز، ببینید این شونه چپ، این سرش، این شونه راستش و تارگتی که میتونه به ما بده به اندازه چقدره؟ تا هلوش $40,000 هست. چرا؟ چون ارتفاع، ببینید من به لحاظ کلاسیک دارم بررسی میکنم، مارکت اومد یه الگوی سراشانه زد، تارگتش میتونه از ارتفاع سر تا خط گردن باشه که اگه من این رو از نقطه شکست مدل بکنم میبینید که تا حتی $44,000-$45,000 هم میره که حالا ما رو عدد روند تقریبا $40,000 میایم تارگت خودمون رو میزنیم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که تا کی تحلیل من پابرجاست؟ تا زمانی که نیاد زیر رایت شولدر دیگه، چون بیاد زیر رایت شولدر علنا شونه راست رو از دست دادیم دیگه، تحلیل ما معتبر نیستش که. پس میتونیم در واقع بگیم که بیت کوین بالای شانه راست، بیت کوین بالای 19-20 هزار دلار میتواند محدوده‌ای باشد که برای هولدرها، کسانی که قصدشون بالای حداقل 1 سال هست، حداقل، حالا من توصیه اینه که 2-3 ساله بهش نگاه بکنید، میتونن در واقع روی محدوده های خوب تایم فریم هفتگی یا حتی ماهیانه خریدشون رو انجام بدن. ببینید الان این ریزشی که در هفته گذشته ما در مارکت داشتیم قیمت بیت کوین رو شیفت داد به سمت حمایتی که اینجا داریم. ببین اینجا در اصل خط گردن ما بودش، شونه چپ، هد، شانه راست، این خط گردنمون. ببین مارکت اومد
در واقع رشد کرد، پول خورد، چیکون پول بک زد، مجددا اومد به سمت خط گردن. هرچند که این محدوده تقاضا $24,000 تا هلوش $26,000. بذارید من اینو روندش کنم. تا $26,000 24 تا $26,000 میانگین $25,000 حمایت خوبی در تایم فریم هفتگی برای بیت کوین هست. ولی توجه بکنید دوستان عزیزم که روند میان مدت بیت کوین همچنان نزولیه. ما یک ترن لاین کاملا نزولی در تایم فریم دیلی داریم و الگوهای بازار همچنان نوید این رو میده که قیمت بیت کوین اگر قرار بشه بالایی بزنه، بالای کم رمقی شاید باشه، شاید بالایی که داره میزنه اصلاح برای ادامه روند ریزشی رو به سمت پایین رفتن. چون دلایلی هم داریم، به خاطر اینکه یک بار به این محدوده برخورد کرده و این بلاک رو هضم کرده، مجددا که اومده به سمت این محدوده و قوی هم حمله کرده به سمت، شانس این که حداقل هانت این محدوده رو داشته باشیم، حداقل هانت کف $24,000 یا $24,800 رو داشته باشیم بسیار زیاد میکنه. پس من بهتون توصیه میکنم اگر حتی هولدر هم هستید و قصد تو سرمایه گذاری بلند مدت هست، یه مقدار اجازه بدید قیمت یا اصلاحات بیشتری رو به پایین بکنه یا بیاد سقف قبلیش $32,000 رو بزنه برای خرید کردن. توجه کردید چی میگم؟ یعنی اینجا هیجانی عمل نکنید، بذارید یا بازار دیسکانت بهتر، تخفیف بهتر در قیمت‌های ارزنده تر بهمون بده، یا اینکه نه بیاد سقف قبلیش رو بزنه، تو پولبک‌های سقف قبلیش شکست سقف بیایم ورودمون رو انجام بدیم و هولدمون رو بکنیم. چون به نظرم الان بیشتر تمایل داشته باشه که به سمت پایین اصلاحاتی رو انجام بده. هرچند که ما تو تحلیل روزانه‌مون که در کانال اولمون انجام میدیم، به صورت روزانه میتونید اونجا ما رو دنبال بکنید، گفتیم که آقا فعلا روندی که مارکت انتخاب کرده چه کوتاه مدت چه میان مدت نزولیه و واسه همینه که اصلا میبینیم با اینکه دو حمایت خوبی هستیم بازار رشد نمیکنه. هر یه رشدی که میکنه بیشترش رو به بازار پس میده. این در واقع برمیگرده به بحث تحلیل زمانی و قیمتیمون که همه رو مفصل در اون تحلیل در اون کانال بررسی کردیم. بسیار خب، پس یه جمع‌بندی داشته باشیم. آقا من هولدرم، چون دارم این ویدیو رو نگاه میکنم، من اینجا خرید بکنم؟ خیر، اجازه بدید بذارید یا سقف قبلیمون هولوش 31-32 هزار دلار به سمت بالا شکسته بشه، تاییدیه یک روند سودی جدید رو بگیریم، یا اینکه نه اجازه بدیم که بازار در قیمت‌های پایین‌تر به ما تخفیف بده، مثلا قیمت در واقع خرید بهمون بده، مثلا بذاریم زیر $24,000 بیاد، زیر تعادل $24,000 بیاد، میشه در صورت گرفتن تریگر یک پله خرید کرد. حد ضررتون رو زیر در واقع $19,000 بذارید، چون الگوی رایت شولدر ما در واقع شونه راست ما از اینجا مدل شده و بعد از اون احتمالا اگر دیگه پرقدرت بشکونه میره به سمت کف قبلی تا $15,000 که دیگه نباید اینجا رو میمونیم باهاش، در واقع صبر میکنیم تا در قیمت‌های پایین‌تر بتونیم خریدمون رو انجام بدیم. همین. لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر کردن ویدیو برای دوستانتون و در ضمن ساب کردن کانال تحلیلی اولمون که روزانه. ببین ما اینجا فعلا داریم هفته یه دونه تحلیل بیت کوین هولدرها رو میذاریم، ولی اونجا هر روز داریم تحلیل بیت کوین رو انجام میدیم. و در کانال تلگرام، اینستاگرام اگه دوست داشتید ما رو دنبال بفرمایید. تا تحلیل بعد، فعلا خدا نگهدار.